هزارگی روز ما میمونی استادیوری شد دیگه بله یک کار کنو باز این موی خورد رنگ کده ای هم دمی رفت یا نیشه شوقه نه شوقیه دیگه شانش جای امروز خودم سوچه دیگه خشم کنیم یاره نه امیالی گرمی به 4 برابر باشه به دانتن نمیده استادیوریش کجا ریشتی بخش یک کلی خم دیگه نه بر بیشی سلام گرم تقدیم عزیزای دل دم یک هوای بسیار گرم است دیگه تازه مویارم کم کدام می کوله لا تکشن نه دیگه نه خلاصه داستان اینجا بود که امروز روز فرهنگ هزارگی فرهنگ ما شما دیگه فرهنگ دیگران را که ما تجلیل کنیم اسواد خوب باشیم باید همین شوق و خلاصه ذوق باید تجلیل کنیم همیشه دیگه همین قومایی که در اسلام آباد مقیم هستند PNC همین F5 کس یک برنامه گرفتن تجلیل شده از روز فرهنگ هزارگی دیگه بسیار تشکر ویژه از قوم و دوستایی که همین هستن همین برنامه رو گرفتن دیگه دوستان رفتن هماهنگی بود نازحسنی رو نام کسته همینجا آب سرایات نام درکوات بودیم دیگه خانجویان مایه دیگه ما و آقای علیزاده هم کسته موتر گرفتیم باشیم زن نوشوگی زمان بار رشتم میکرم کلیم نوشوگی دیگه باش ما آقای علیزاده هم کسته در دوربین بایرم السلام علیکم دوستای عزیز سلام های گرم خود تقدیمتان میکنم از راه دور با قلبای نزدیک دیگه دوستای عزیز قسمی که رئیس جان خان گفت ما امروز کسته در یک برنامه راییم برنامه روز فرهنگی هزارها دیگه این روز را گرامی میداریم به خاطر که بیانگر هویت از ماست دیگه در هر کنج و کمر دنیا که هزارها هست امروز را به نام روز فرهنگی چی مونه بیان مونه تجلیل مونه دیگه ما و استادیوریش هم که آسته رئیس دیم که بریم البته ما کس تازه هم دوم اسلام آباد بسیار بلد نیستم دیگه خوبه که دوستای مثل دوی شنا هستم رای من دیگه امال مو جایی که موریم دقیق ما خبر ندارم استادیوریش کجا هست چقدر از مو فاصله داره دیگه بریم ببینیم این سال اولین روزی که ما در اسلام آباد همچین روز هزارها در اسلام آباد تجلیل کنیم دیگه بریم ببینیم که مردم اینجا غیر از هزارها دیگه مردم هم آیا اینجا مایه بلده تجلیل از این روز یا بلده یگان چی مگه اوره سیل دیدن که هزارها چی رقم فرهنگ داره یا نداره تو قبلا بوده اینجا؟ اصل منظور از تجلیل منظوره که امروز تجلیل باشه یک گرامی داشته که یک روز مخصوص برای از گرفته شده سال یک دفعه عموما اینمی طوره که میگیم نان که مخوریم نشست برخواست اینمی خود شکسته بیانگر هویت از مایه فرهنگ از مایه اما اینی که سال یک دفعه یک روز مخصوص برایش تعیین میشه اندمو روز کسته یک جمشود جور میشه تا اقوام چهار اطرافی که قدم مردم زندگی منه یک شناخت داشته باشه از این پیش کسته محاضره ها در پاکستان تا یمی 20 سال اخیری که بوده بدبختی هایی که بوده اخیر مشکلات هایی که بوده نه چهار اطراف حاضر مثل یک قوم مظلوم شناخته شده نه حاضر همیشه در اینجا کسته زیر ظلم و ستم بوده علاوه ها دیگه یک شناخت خاصی نداشته فعلا امروز مخصوص روز زبان مادری روز فرهنگ هزارگی گرفته شده و در این مناسبت کسته کل قوم جمع من بریم ببینیم که چی گپایه دیگه درسته خب دوستای عزیز تا جایی که ما مرسی در اون جایی که قرار محفل یا می برنامه روزی هزارها برگزار شده تا اونجا مرسی دیگه شما را والله پاک استادیوری شما کسی نفر ما چینج نداره شو چینج نداره چند ریته دوستای عزیز در اون جایی که قرار فرهنگ هزارگو برگزار شده الان ما هم دیم در داخل دیگه اینجا که میگیرین مردم ها جمع کشف دیگه ما هم همینجا تشریف داریم دیگه بریم ببینیم چی چیز در این روز در نمایش گذاشتم خب دوستای عزیز ما رسیدیم در قسمتی که نمیفهمیم اینجا چی چیز در نمایشش ده دیگه از خود نزنا بیشتر معلومات میگیریم کسی که اینجا اینا را آورده دیگه بیشتر معلومات را از اینا میگیریم آقای جان خوب هستین؟ زنده باشید. امروز خوب سوچه آزگی قشنگ کنیم
تشکر سلامت باشید. آقا جان چیزایی که در نمایش گذاشته نامایش چیزایی که بفهمید که کم معلومات بدین. بله اینا کلا لباسای هزارگی است و دستوزی خانمای افغانستان است. درسته؟ دیگه اینا برای گندای افغانی برای خانم‌ها است. دیگه اینا سرپرمونی است کلا با دست دختر شده. اینا کلا با دست دختر شده؟ بله. درسته. اینا کلا با دست اینا کلام کلاه دستی دیگه. بله. کمربند بدین نه؟ اوه به به سلام علیکم. دیدی برادر آقای آرتیسته. سلام خیال داری؟ صحت خوب حالا بخاری بزرگوار برادری عزیزم. قشنگ شدی تو به خدا فرشته ها ولی شدی قربان محبتی. چیه؟ بس دیگه جان سلامت بخیری. رسیدن ها بخیر خدا رو شکر جواز هستم به کوچه من یک جوش خالی. اسلام آباد و بسیار خوش دارم قومای عزیزم زیاد است و دیگه نه دیگه خیلی عالی شکر خیلی خوش شدم تشکر سلامت. خب رفقای این دفعه انجام دید. باشه که دو خنک معلوم شد در نظر من اینجا. یک همین خوب وطنی اصلی فکر کنم دیگه. خب طبیعی از شیر خالص از شیر خالص است از ماست خالص است بدون خودش من میگه تا یک جن آماده کرد دیگه. یعنی فکر کنم شما خودتون چه می صنعت خودتون چه مسئله دیگه میگه. دوستای عزیز میگن دو وطنیه دیگه استادیوریش هم سپتا انفورمیشن گابی خوب لالای خوب یعنی کسی نمی در کانال مال رو کسته نمی در بارکام اسلام آباد جور میشه نمی مسئول وطنی نمی خود اسلام آباد هر کس که پشت یک غذای وطنی یک دور خلاصه وطنی دیگه ما امروز دمی روز هزارگی روز ما میمونی استادیوریشیم دیگه بله یک کار کنیم یک کوپه وطنی تو بچه مو قابل توفر نداشتی؟ نه خواهش نیست فکر اینش است دو بگه. اینیش از آقای الزاده فعلا دستگاهش بسته باز دمی در نمایندگی آقای الزاده ما خودیم مخلو یارا برسه مزیش بس از ما خسته کن خود دوستای عزیز استادیوریش خرچه کرد بلدیز مو همچنان میز کبرا سینی حسنی نه جمانه که نان دستش شده امی بلدیش شما بلدیش شما خرچه کرد بلدیز ما نکرد بلدیش فامیدر نه تو کیمرمنی نه خلاصه یاز جان یکی برداشتن نه همین دقیقه یا دو بگیر یا ویدیو را خب برسه ویدیو رو میگیرم ما ویدیو رو میشیم خود مقصد نمی ملت آشنای خود بگیشیم خب برم چیست بود چی رقم مزیشی دارم. وطنی هسته؟ یارا نه امیالی گرمی به 4 برابر باشه به دانتن نمیرین اوکی پس خب رحلو ما سایت پس یار ملک جمهوری بری چهار طرف بری چی گفاس لالاده چهار طرف چیزای خوردنی نوشیدنیه دیدنیه پوشیدنیه این یا چیز میشناسی؟ آره اینش گلانی خوب کی اینش الوایا اینش لخشوکوزه اینش نانبوته اینش آشه دیشه ایش منتویه اینش آشه اینو پریش اینو پریش همین نانی دو خنوک آماده میال دارین به نظرم زیاد معلومات نداریم ما فهمیدم این لخشو همین لخشو خوش سیگو نه خودمش خوش داره میدخه بودن خیلی سخت نام شد یارو که سعی بگه دیگه اینش خو قرطیه نانبوته اینش اوگره باکول نه ایش اوگری آجای لخشو کرد بگه نه دوستای عزیز چطوره؟ بهترینه والا غذاهای اشتیاقش هم دارم البته اینا برای دیکوره یا برای خوردن هستن؟ دو خونو رو از کجا پیدا شد؟ ساده است دیگه وطنی نیه دیگه دور دیگه اینا کچی دیسیوره؟ سرمیزی هستن تا 4 دسمان یه هم سرمیزی هستن 4 دسمان اینا بالشتای کسانه چی هستن سر کرده دیگه
چی باید توفه هست گرفت دیگه خیلی چیزا باید توفه دیستی هست یا خانه دیستوزی هست مشکله؟ بالکل تشکر که میگردین ما دیگه همین به مراتب گزارش گرفتم موریم تمام چیز را در نمایش میگیریم دیگه اعمال در بیت خودنا از آقایگان هستیم که بسیار هم همچنان خودش مقبوله و همچنان چیزای مقبول را در نمایش گذاشته. سلام علیکم. سلامت تشکر سلامت باشید. خوبی؟ چقدر مقبول شدید تشکر ماشاءالله. سلامت باشید. شما هم مقبوله سلامت باشید. امی خوبی کلا است دیگه بازمی پیکای دیگه پیکای دنبالش من کردیم. پیکای دمی کلا چسبیدگی است. چسبیدگی ماشاءالله باز این موی خورکی رنگ کده ای هم دمی رفت یا نه ایش شوقه نه شوقیه دیگه شک ماشاءالله کارهای دخترانه شک این چیزایی را که در اینجا در نمایش نشدین دیسپار شد دیسپوز خودش مثلا بله موشه کمی معلومات بدین درباره چی چیز است اینا باشه این دسمال است که دستوزیه ماشاءالله این چادر گاچه بیشک که کلا خال کاشته ریشی ماشاءالله و این شلواره بیشک اینا همه کلا ایش دیسکوگیس دیسپوز است اینا صنایع کلا دستیه دیسدوز است و این دسمال است که دبلیزی همین گل اطلس گل اطلس کوگه و این واسکد است پایینش هم که کلاه هنوز بودیش نشده دیگه هم دیسکوگیس واسکد شال دیگه بیشک آقا جان اینا هر کدام رنگ و رنگ کوک شده دیسدوزه باز اینا یک نامی خاص داره نه کلش ده یک نام است نامای خاصی است دیگه نام خاص داره؟ مثلا اینمیش چی نام داره؟ این دسمال گل اطلس و این هم که روش کوک شده خانکدوزی بله شاله کیزی شاله خب درست این گفتی واسکر است؟ آنی واسکده کلام این هم ازار؟ آیه ازاره لیلون میتر است تیکشی این هم که این گاچ است چادر گاچ بسیار زیاد تشکر سلامت باشید نباش سلامت باشید عزیزای دل واقعی جاشون بسیار زیاد خالی وقتی به اسلام آباد آمدین در شاورما کابل مزار باید همین معلوم شی حتما که اسکین حتما 100% و این تایمینگ داره در تایمینگ که نمادین باز اگه نمید خداحافظ حال زده که ندیدیم باز باز اگه ندیدیم میبینیم انشاءالله